به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما رفقای عزیزم که توی این چنل حضور دارین. طبق قولی که به همه شما عزیزان و بزرگواران داده بودم، قرار شده که یک چالش 21 روزه با همدیگه داشته باشیم و قراره که توی این 21 روز یا 3 هفته ما فقط 3 تا روتین مفید و تأثیرگذار در عین حال خیلی ساده رو توی سبک زندگیمون بگنجونیم. از اونجایی که خب توی شروع سال جدید هم هستیم، این جایگذاری روتین ها، این 3 تا روتینی که میخوایم توی سبک زندگیمون بگنجونیم و جایگذاری کنیم، ببینید خیلی تأثیر میذاره روی روند ما در سال جدید، در سالی که پیش رو داریم. و بهتون این اطمینان رو میدم که گذاشتن این 3 تا روتین توی سبک زندگی هر کسی فوق العاده میتونه ساده باشه. فقط این که هر کس باید خودش بخواد. یعنی من به شخصه باید بخوام که این روتین ها رو داشته باشم، یا میخوام یا نمیخوام. اگر بخوام، جایگذاریش خیلی ساده است، استمرار درش هم خیلی ساده است و تأثیری که توی سبک زندگی من، روی کیفیت زندگی من، روی دستاوردهای من، روی حال عمومی من و تمام آنچه که من توی دنیای بیرون و درونم دارم احساس میکنم، تجربهش میکنم، فوق العاده است. یعنی همین 3 تا روتین ساده‌ای که در ادامه میخوام بهتون بگم، اگر که جایگذاری بشه توی سبک زندگی هر کسی، که شاید کسی که داره اینو گوش میده که شما عزیز باشی، شاید هم همین روتین رو داری. میدونی حالا بعد از این که خدمتتون گفتم، میبینید که قبل از این داشتید از چه روتینی پیروی میکردید. شاید با خودتون بگین که من اصلا روتینی نداشتم. نه، ببینید همه ما یه سری روتین هایی داریم، خودمون نمیدونیم. حتی اون آدمی که صبح بیدار میشه و یه نخ سیگار میکشه بدون اینکه چیزی خورده باشه یا چیزی آشامیده باشه، هم روتین محسوب میشه اون سیگار کشیدنه. یا شاید یک شات بخواد مشروب بخوره، یا نمیدونم بخواد بره دوش بگیره، بخواد بره ورزش کنه. تمام اینها روتین های ما محسوب میشن و خب هر کس یک روتینی داره. یعنی شما الان اگر بخواید دقت کنید، میبینید که شما بلا استثنا صبح که بیدار میشید حتما یه کاری هست که دارید مرتبا انجام میدین. یعنی یه کسی هست که صبح که بیدار میشه حتما باید بره تو گوشی، که فکر کنم در 90% مواقع هم همین مورد صدق کنه. یعنی ما به محض اینکه بیدار میشیم وارد گوشیمون میشیم و بلافاصله وارد اینستاگرام میشیم و استوریا رو چک میکنیم، خبرها رو چک میکنیم و بعد از شاید نیم ساعت 40 دقیقه بخوایم و پاشیم بریم یه چیزی بخوریم، نخوریم، سر کار یا هر چیز دیگه. این از این. پس همه ما بلا استثناء یک سری روتین ها داریم و همه ما صاحب یک سبک زندگی هستیم. حالا چالشی که من برای شما طراحی کردم قراره که شما رو در یک چهارچوب و در یک سبکی قرار بده که رو به رشد باشه، رو به سلامتی و سازندگی و رشد باشه. و عرض کردم خیلی ساده است دیگه، بیشتر از این طولش نمیدم و اضافه گویی نمی کنم خدمتتون. شرایط چالش رو براتون توضیح میدم. ببینید ما توی این 21 روز 3 تا روتین داریم. 3 تا روتینی که یکیش روتین صبحگاهیه یا پس از بیدار شدن، یکی روتین روزمره است که در طول روز رو شامل میشه و یکی روتین شبانه است که قبل از خواب ما رو در بر میگیره. حالا من از روتین صبحگاهی شروع میکنم و همینطور ادامه میدم تا روتین شبانه و توضیحاتش رو هم خدمتتون ارائه میدم. ببینید روتین صبحگاهی ما یعنی پس از بیدار شدنه، شامل 3 قدم اصلیه که یعنی هر کسی این 3 قدم رو باید داشته باشه. این 3 قدم اون بیس و اساس روتین صبحگاهی ما رو تشکیل میده. قدم اول، 1 ساعت پس از بیدار شدن، توی قدم اول ما از گوشی، تلویزیون یا هر وسیله‌ای که بخواد ما رو وصل کنه به دنیای اینترنت و اخبار و از این چیزا استفاده نمی کنیم. 1 ساعت اول بدون گوشی و اینترنت و هر چیز دیگه. درست شد؟ این قدم اوله و همین قدم اول فوق العاده مهمه. یعنی حتی برای نگاه کردن ساعت هم نرید سراغ گوشی، یا از یکی بپرسید یا از ساعت‌های به قول معروف دیواری و ساعت مچیتون استفاده کنید برای دیدن ساعت. پس 1 ساعت بعد از بیدار شدنمون، در ابتدای بیدار شدنمون، در ابتدای روزمون، به هیچ عنوان از گوشی و تلویزیون یا هر وسیله‌ای که ما رو ارتباط بده، ما رو وصل کنه به دنیای اخبار و
اینترنت کاملا فاصله میگیریم. قدم دوم، تخت خواب یا جای خوابمون رو مرتب میکنیم. ببینید ما بلافاصله بعد از اینکه بیدار میشیم و ذهنمون رو پاک نگه میداریم، نمیریم سراغ گوشی و اینجور چیزا، ذهنمون پاکه و هیچ ورودی بهش نمیدیم. تا اینجا همه چی عالیه، فوق العاده است. خب حالا قدم دوم که میگم جای خواب یا تخت خوابمون رو مرتب میکنیم، در واقع ما داریم یک کار موفقیت آمیز انجام میدیم. جمع کردن تخت خوابمون با اینکه کوچیکه ولی یه کاریه که ما درست انجامش دادیم. یه چیزیه که ذهن ما ورودی میگیره، میبینه که ما یک کار درست و مرتب انجام دادیم. و اون کار چیه؟ جامون رو جمع کردیم، مرتب، ترتمیز. این خودش یک موفقیت تو همون در واقع ابتدای روزمون میشه. یعنی یک کار درست در ابتدای روز باعث میشه ما کارهای درست بیشتری در طول روز بخوایم انجام بدیم. پس قدم دوم جمع کردن تخت خوابمون یا جایی که در واقع توش خوابیده بودیم شب و استراحت کردیم و حالا بیدار شدیم و جمع میکنیم و مرتب. طبیعتا خیلی ساده است. امیدوارم که با من موافق باشید. میرسیم به قدم سوم. قدم سوم مسواک زدن. بلافاصله پس از اینکه جامون رو جمع کردیم میریم سرویس بهداشتی و دهان و دندانمون رو میشوریم، مسواک میزنیم و حالا اون شرایط شستشوی دهان و زبان و دندان رو کامل به عمل میاریم. چرا که ببینید ما وقتی شبو میخوابیم به خاطر اینکه ما توی خواب بودیم یه سری باکتری ها توی دهان و دندان ما ایجاد شده که بخوایم اگر بلافاصله بعد از اینکه بیدار شدیم بریم چیزی بخوریم یا چیزی بنوشیم، اون باکتری ها همراه با اون آشامیدنی یا غذا مستقیم وارد روده، معده و در واقع سیستم گوارش ما میشه و این میتونه باعث یه سری آسیب‌ها و اصلا شرایط ناخوشایندی برامون بشه. پس قدم سوم مسواک زدن و شستشوی دهان و دندانه که ببینید حالا ما میتونیم اینجا حموم هم داشته باشیم. اگر بخوایم بریم حموم، بهتری که آب حمومی که داریم باهاش دوش میگیریم و زیرش رفتیم بهتره که آب ولرم رو به سرد باشه. یعنی در ابتدای روز بهتره که سراغ آب داغ یا گرم نریم. آب ولرم ترجیحاً رو به سرد بهترین گزینه برای ابتدای روز ماست و هر کس تونست میتونه بره دوشش هم بگیره، خیلی هم عالیه. به خاطر اون جریان آبی که روی بدن ما قرار میگیره خیلی حس سرحالی بهتری داشته باشیم و خب برای شروع روزمون هم یک احساس ترتمیزی داشته باشیم. خودش باز یک پوان مثبت برای ما. ولی چنانچه نتونستیم این کارو بکنیم، خیلی راحت تر و به قول معروف خلاصه ترش این میشه که یه مسواک و دهانشویه داشته باشیم، انجام بدیم این کار رو و سپس بریم سراغ قدم چهارم. قدم چهارم نوشیدن 1 لیوان آب ولرم با نصف لیمو به صورت جرعه است. حالا ببینید باز هم من اینو براتون سادهش میکنم. چرا دارم انقدر سادهش میکنم؟ میتونم اینو انقدر براتون پیچیده و ایدئال کنم که واقعاً هم خیلی تأثیرات فوق‌العاده تری براتون بذاره، همین که از این سادگی در بیاد. ولی روتین های ساده هستن که ما میتونیم رعایت کنیم. اگه هر چقدر روتین پیچیده تر باشه ما سختمون میشه انجام بدیم. خب شما اگر من بهتون میگفتم که صبح بیدار شدی یه اسموتی پسته و گیاهان سبز و آووکادو فلان اینا، اصلا میگفتی ولش کن، از همون ابتدای کار این وایس رو قطع میکردی و میگفتی که کار من نیست. اما وقتی میبینی چند تا کار صرفا ساده است و گوینده که من باشم دارم میگم قول میدم که تأثیرات مثبت فوق‌العاده‌ای بذاره، پس میگی که چرا که نه، من که صبح بیدار میشم میتونم 1 ساعت از گوشی استفاده نکنم، میتونم بلافاصله جامو جمع کنم، زحمت آنچنانی نداره برای من، میتونم مسواک بزنم و در نهایت میتونی 1 لیوان آب ولرم بخوری. حتی اگه به لیمو هم دسترسی نداشته باشی که عرض کردم نصف یه دونه لیمو ترش تازه رو میتونی عصاره گیری کنی داخل اون آبی که میخوای میل کنی و جرعه اون آب رو بخوری. این کار باعث میشه بدنت در ابتدای روز هیدراته بشه، خیلی سرحال و فرش بخوای روزت رو شروع کنی. ببینید این شد 4 قدم اصلی ما برای روتین صبحگاهیمون. حالا من 2 تا قدم دیگه به صورت اختیاری میذارم براتون. اگر شرایطش رو داشتین میتونین انجام بدین، اگر شرایطش رو نداشتین هیچ مشکلی نداره که انجام ندین. مهم اون 4 تا قدمی بود که خدمتتون عرض کردم.
حالا یه نکته هم که جان اندازم خدمتتون اینه که توی قدم سوم که مسواک و شستشوی دهان و دندان بود، هر کسی میتونه، احتمالاً شمایی که داری این وایس رو گوش میدی شاید یک روتین پوستی هم داشته باشی، توی این قدم سوم انجامش میدی. بعد از اینکه شستشوی دهانت رو انجام دادی، در واقع شستشوی صورتت رو هم انجام میدی، روتین پوستیت رو هم انجام میدی و میری سراغ قدم چهارم توی روتین صبحگاهی. این نکته هم لازم بود که بگم، شاید براتون سوال پیش می اومد از بابتش. حالا قدم پنجم که عرض کردم اختیاریه، پنجم و ششم اینه که یک سپاسگزاری در قالب نوشتن از بابت 5 موردی که توی زندگیتون میتونین از بابتش سپاسگزار باشید رو توی دفترتون یا روی کاغذ می نویسید. از بابت 5 موردی که توی زندگیتون میتونید از بابتش قدردان باشید، سپاسگزار باشید رو توی دفترتون بنویسید و سپاسگزاری کنید از بابتش. مثلا چی؟ مثلا من امروز می نویسم که سپاسگزارم از بابت سلامتی بدنم و مورد اول میشه این. مورد دوم میشه سپاسگزارم از بابت سقفی که بالای سرم دارم. خدایا میتونی به هر در واقع منبعی که بهش ایمان داری، اعتقاد داری، بهش باور داری، به اون منبع این رو گره بزنی. مثلا یکی شاید بگی سپاسگزارم خدایا، یکی از خدا سپاسگزاری کنه، یکی از یونیورس کائنات بخواد سپاسگزاری کنه. این یه چیز شخصی، هر کس خودش تعیین میکنه که از چه منبعی بخواد سپاسگزاری کنه و اون احساس خوش رو بخواد دریافت کنه. پس 5 موردی که از بابتش میتونی سپاسگزار باشی. سپاسگزارم از بابت تناسب اندامم، سپاسگزارم از بابت زیبایی که دارم، سپاسگزارم از بابت پدر و مادرم. فقط نکته‌ای که هست، این کل این 21 روز این 5 تا موردی که اگه بخوایم بنویسین نباید تکراری باشه، یا به عبارتی بهتر تکراری نباشه. خدا رو شکر همه ما میتونیم تا آخر عمرمون 5 موردهایی بنویسیم که هیچ کدوم تکراری نباشن و واقعا همینطوره. شاید بعد از 1-2 روز ببینید که انگار دارم یه سری چیزا کم میارم، ولی فقط کافیه که بیشتر دقت کنیم و دقیقاً این تمرین میخواد ما رو متوجه این جریان بکنه که ما چقدر داشتیم و خودمون نمیدیدیمش، متوجهش نبودیم. ما حتی میتونیم سپاسگزار فرش زیر پامون باشیم، ما حتی میتونیم سپاسگزار هوایی که داریم تنفس میکنیم باشیم، ما حتی میتونیم سپاسگزار آب آشامیدنی پاک و سالمی که داریم به راحتی هر روز در دسترسمون استفاده میکنیم باشیم، یا هر چیز کوچیک و جزئی که شما بعد از اینکه اون چیزهایی که براتون یه جورایی خیلی درشته و خیلی تو چشم بیاست اونا رو نوشتی، جلوتر بهش میرسی و از بابت اونا هم شکرگزاری میکنی. پس قدم پنجم که عرض کردم اختیاری هم هست، سپاسگزاری در قالب نوشتن از بابت 5 موردیه که هر کس توی زندگیش خودش میدونه که از بابت چه چیزایی بخواد سپاسگزاری کنه. میرسیم به قدم ششم، یه صبحونه خوب و مقوی و سالم. قدم ششم ما برای یک روتین صبحگاهی فوق‌العاده است. ببینید، من تنها خواستم اینه که توی زندگیتون اگر همچین روتین مرتب و سالمی ندارین، تنها خواستم از شما اینه که این چند تا کار خیلی ساده رو که واقعا هم ساده است توی سبک زندگیتون جا بندازین. همینو تمام و من از شما سپاسگزارم اگر بخواین این کار رو انجام بدین و این لطف رو در حق خودتون انجام بدین. پس قدم ششممون که اختیاری هم بود، یک صبحونه مقوی و خوب و سالم بود که حالا هر کس با توجه به رژیم غذایش، با توجه به دایتی که داره، خودش میدونه که چه صبحونه‌ای رو بخواد میل کنه. اما میرسیم به روتین روزمره یا در طول روزمون که شامل 3 تا قدمه، شامل در واقع 3 اقدامه که باز هم این 3 اقدام واقعا ساده است. قدم اول 35 تا 60 دقیقه تحرک جسمانیه. یعنی چی تحرک جسمانی؟ چرا تحرک جسمانی؟ به خاطر اینکه شاید یک کسی باشه اصلا شرایط رفتن به باشگاه، شرایط انجام تمرین رو نداشته باشه. پس من گفتم تحرک جسمانی با هدف این که من بخوام در جهت سلامتی داشته باشم. یعنی اگر میخواین سطح سلامتیتون حفظ بشه و نشاط و سرزندگی داشته باشین، الان عرض میکنم در قالب میتونه دنس، رقصیدن باشه، میتونه در قالب پیاده روی باشه،
یه سری تمرینات با وزن بدنتون میتونید انجام بدین. میتونید در ضمن به خدمت برید باشگاه. حالا عزیزانی که میرن باشگاه و تمرین دارن که چه بهتر، اونایی هم که نمیتونن برن اصلا جای نگرانی نیست. میتونید 35 تا 60 دقیقه یعنی نیم ساعت تا نیم ساعت تا 1 ساعت برقصید، توی خونه آهنگ بذارید و همین برای ما کافیه. پس یکی از این روتین های حین روز ما باید این باشه که 35 تا 60 دقیقه بخوایم تمرین کنیم، بخوایم ورزش کنیم، تحرک جسمانی داشته باشیم. نکته بعدی، روتین بعدی، قدم دوم اینه که 15 تا 30 دقیقه آموزش ببینیم. 15 تا 30 دقیقه یعنی کمترین مدت زمانی که کمترین و در عین حال همه دارن. این 15 تا 30 دقیقه رو واقعا بیایم و با خودمون رو راست باشیم که واقعا هممون 15 تا 30 دقیقه تایم رو در طول روز داریم و این 15 تا 30 دقیقه رو باید اختصاص بدیم به آموزش. حالا این آموزش میتونه هر چیزی باشه، میتونه خوندن کتاب باشه که من خیلی توصیه میکنم. 15 تا 30 دقیقه خوندن کتاب میتونه یک گزینه خیلی ایدئال باشه، یا میتونه گوش دادن به یک پادکست باشه، میتونه تحقیق و جستجو و سرچ باشه در رابطه با اون حوزه‌ای که دوست داری و درش اصلا داری فعالیت میکنی. 15 تا 30 دقیقه بخوای راجبش تحقیق کنی و آموزش ببینی. فقط این که این 15 تا 30 دقیقه رو داشته باشی. اما قدم سوم یه کار خیلی جذابه که واقعاً باید فرهنگ بشه در کشور ما، باید تبدیل به کالچر بشه توی جامعه ما و خیلی جذابه، خیلی دوستش دارم و خیلی ذوق دارم برای این که خیلی ذوق داشتم مثلا اینجا سریعتر بیانش کنم و اونم اینه که در طول روز طی این 21 روز امتحان کنید دیگه. یه آزمایشه برای خودتون، اصلا اینو یک تست بذارید. آقا 21 روز بالاخره شمایی که الان داری این وایس رو گوش میدی احتمال داره 15 سالت باشه، احتمال داره بین 15 تا اصلا 70 سالت باشه که داری این صدا رو میشنوی. در هر سنی که هستی خواهش میکنم این 21 روز رو امتحان کن و اگر ضرری ازش دیدی به من بگو، ولی اگر منفعتی دیدی نوش جانت و من اصلا هیچ چشم داشتی ندارم جز این که شما واقعا منفعتش رو ببینی و تضمین میکنم که منفعتش رو میبینی. این قدم سوم عرض میکنم یک کار خیرخواهانه و بشر دوستانه، یا چجوری بگم، یک کار خیلی خوبه بدون چشم داشته. دقت کنید، یک کار خیر و خوبه بدون چشم داشت. هر چیزی میتونه باشه. ببینید یکی که شاید بگی که من اصلا نمیتونم هیچ کاری بکنم، اصلا اینطور نیست. الان مثال میزنم بهت، شما حتی میتونی از یک عزیزی یک تعریف جزئی و کوچیک داشته باشی، بهش بگی که شما چقدر خوشپوشی، شما چقدر لباسات قشنگه، شما چقدر چهره زیبایی داری. فقط همین. ببین یعنی حتی در همین حد کوچیک ولی حقیقی و واقعی، نه این که فقط صرفاً یه چیزی گفته باشین که از سرتون رفت بشه. نه، باید بگردید ببینید که این آدمی که روبروی شماست چه نکته مثبتی داره، چه رفتار مثبتی داره، چه چیز خوبی میتونم من از توی این آدم ببینم در بیارم و بهش بگم. اینو میخوایم ما. مطمئن باشید که تأثیر اون بزرگ و شدید خودش رو که ما میخوایم میذاره. یا میتونه این باشه که شما مثلا رفتی غذا سفارش بدی، غذا یک نفر دیگر هم حساب کنی، یا مثلا داری بنزین میزنی توی جایگاه هزینه کسی دیگر هم حساب کنی. از بابت مالی اگر بخوای حساب کنی میتونی به یک رفتگر، به یک پاکبانی که داره زحمت میکشه و تمیز نگه داشتن و پاکبانی محیط زیست ما رو انجام میده، یک شاخه گل بدی اصلا، یا یک مبلغی توی یک پاکتی بدی و تقدیمش کنی و بگی که این یک هدیه این یک هدیه است به شما. یا هر کار دیگه‌ای که شما خودتون میدونید توی عوارضی داری رد میشی، برای پشت سریت هم حساب کنی. شاید مثلا 5000 تومان باشه، شاید 10000 تومان باشه، ولی شاید مبلغ کوچیکیه، اما خب
نمیدونی که چه تأثیر مثبتی تو روحیه اون آدم شاید بذاره. یا میگم یه لبخند خیلی قلبی و صمیمانه و خیلی دوستانه به یک دوستی هدیه کنی، یک تعریف خوبی داشته باشی، یه دونه سیب بخوای به یکی بدی، به یه بچه‌ای بدی، یه شکلاتی یا هر چیز دیگه. کلا یه کاری که خیلی زیاده، واقعا خیلی زیاده. شما باید خودتون فکر کنید و یه کاری انجام، یک کار، فقط یه دونه، نمیگم روزی 5 تا 4 تا، فقط یه دونه، یک کار خیرخواهانه بخوای در طول روز طی این 21 روز انجام بدی. تموم شد رفت. روتین روزمره ما یعنی در طول روز ما شامل همین 3 تا قدم بود. یه بار دیگه جمع بندی میکنم: 35 تا 60 دقیقه تحرک جسمانی، 15 تا 30 دقیقه آموزش و یک کار خیرخواهانه بدون چشم داشت. پس اینم روتین روزمره ما. میرسیم به روتین آخر یا روتین شبانه ما قبل از خواب که شامل 4 قدم باز، 4 قدم اصلی. قدم اول اینه که باز عین روتین صبحگاهیمون 1 ساعت حالا قبل از خواب گوشی و تلویزیون و تمام تجهیزاتی که ما رو وصل میکنه به دنیای مدرن قطع بشه و کاملا پاک و بدون اینکه بخوایم هیچ دسترسی داشته باشیم به این موارد خاموشش کنیم. گوشی‌ها آف، تلویزیون آف و هر کاری میتونی بکنی تو این 1 ساعت. شاید بگی من خب چیکار کنم؟ آره، شاید برای خیلیتون سخت باشه که بخواین تا دیروز شبا تا نیم ساعت تا 1 ساعت اگر توی اکسپلور اینستا نمیچرخیدی یا اصلا یه فیلم نمیدیدی خوابت نمیبرد. ولی ببین، باز هم میگم اینا رو هی تکرار میکنم چون تکرار مادر تمام مهارت هاست و با تکراری که یه چیزی واقعا وارد ذهن ما میشه و ما خوب یادش میگیریم و اونم اینه که بیا 21 روز این کارا رو انجام بده. اگر بعد از 21 روز خیلی چیزا در زندگی تغییر نکرده بود و حس خوبی نداشتی، ببین آدم خودش متوجه میشه دیگه، حس خوبی اگه نداشتی اون موقع برگرد به روتین قبلی. 21 روز از عمر عزیز و مفید تو چیز زیادی نیست که بخوای در اختیار این روتین و این چالش قرار بدی، چرا که همه ما در طول عمرمون خیلی کارهای بیهوده داشتیم، خیلی وقتها تلف کردیم. حالا این 21 روز میتونه تایم خیلی کوتاهی باشه برای این که بخوایم یه چند تا کار سالم و کاری که واقعا به نفع روح ماست، به نفع جسم ماست و به نفع ذهن ماست رو بخوایم انجام بدیم. در اصل این کارهایی که براتون قرار دادم در جهت خدمت به جسم، روح و ذهنمونه. حالا قدم اول شد 1 ساعت قبل از اینکه بخوابیم گوشی و تمام تجهیزات آف میشه. قدم دوم باز مسواک و مراقبت زیبایی. باز حموم هم میتونید برید. هر کس با توجه به شرایط زندگیش، با توجه به سبکی که داره، سبک زندگی که داره، خودش انتخاب میکنه بخواد بره دوش بگیره یا نه. نیاز نداره. حالا اگر بخواید برید دوش بگیرید توصیه میشه بهتره که آب ولرم رو به گرم بخواد. آبی که میخوایم باهاش دوش بگیرید آب ولرم رو به گرم باشه، برعکس روتین صبحگاهیمون که اگر بخوایم دوش بگیریم آب ولرم رو به سرد. حالا آب ولرم رو به گرم میتونه گزینه مناسبی برای قبل از خواب ما باشه. ولی حتی اگه حموم هم نرفتید بهتره که حتما مسواک رو داشته باشین و مراقبت زیبایی اگر که دارید، خانم ها اکثرا دارن، آقایون هم داشته باشن که چه بهتر. 100 آفرین و احسن. من احسنت میگم به آقایونی که روتین زیبایی دارن، هم صبح هم شب هم در طول روز حواسشون به پوستشون هست، به موهاشون هست. فوق العاده است و 100% توصیه میکنم داشته باشین. میتونه شامل فقط 3 تا گزینه باشه که اینم میگم اگر دوست داشتین داشته باشین: شوینده، آبرسان. در طول روز میتونه یک ضد آفتاب باشه. تموم شد و رفت. یعنی ساده ترین روتین پوست و زیبایی که شما میتونی به عنوان یک آقا داشته باشی. خانم حالا شاید تخصصی ترم بکنن، دور چشمی، نمیدونم ویتامین C، نیاسینامیدی، هر چیز دیگه میتونه باشه. ولی برای آقایون اون چیزی که خود من اصلا دارم استفاده میکنم شستشوی صورت با شوینده صورت، نه صابون و اینجور چیزها. اینا باعث میشه حتی اون چربی مفید پوستم از بین بره، پوست خشک بشه و آسیب بزنیم. شوینده صورت هزینه آنچنانی هم نداره، واقعا از ارزونش هم هست، گرونش هم هست، همه جورش هست، ولی در کل بخوام خدمتتون عرض کنم هزینه آنچنانی نداره. ما بخوایم یه شوینده و یه آبرسان برای خودمون تهیه کنیم که به نفع خودمون.
پس قدم دوم شد مسواک و مراقبت زیبایی. قدم سوم نوشیدن 1 لیوان آب. در واقع ما داریم انگار روتین صبح رو به یک طریق دیگه داریم پیش میبریم. حالا این آبه میتونه باز هم ولرم باشه، هم میتونه آب تقریبا خنک باشه، نه آب یخ نه، ولی آبی که خنک باشه مشکلی نداره، بستگی به خودتون داره چه هر جور که دوست دارین. 1 لیوان آب 300 سی سی 400 سی سی، ولی حداقل 300 سی سی باشه. و این لیوان های معمولی که ما توی خونه هامون داریم، اکثر ما ایرانی‌ها تو خونه هامون، حالا شاید شما توی یک کشور دیگه زندگی کنی، در واقع لیوانایی که داری اونجا استفاده می‌کنی حجمش یه مقدار بیشتر باشه، ولی ما توی فرهنگ ایران هممون میدونیم که اولا از اکثرا نمیگم همه، اکثرا از استکان استفاده میکنیم، استکانی که برای چای مصرف میشه و حدوداً 200 سی سی توش آب جا میشه، یا حالا محتویاتش هرچی باشه چای جا میشه، ولی لیوان حداقل بهتره که 300 سی سی داخلش آب جا بگیره. و قدم سوم ما پس میشه نوشیدن 1 لیوان آب. و قدم چهارم باز این اختیاریه. من ببخشید اولش گفتم 4 قدم ضروری، ولی 3 قدم ضروریه برای قبل خواب و قدم 4 من اختیاری میذارم برای شما، چرا که شاید یه سریا باز سختشون بشه. من دوست ندارم این روتین هایی که خدمتتون عرض کردم بخواد کسی سختش باشه، میخوام در راحت ترین حالت ممکن باشه و حداقلیات هم بهتون گفتم. قدم 4 که اختیاریه، نوشتن 3 کار ضروری فرداست. 3 تا از ضروری ترین کارهایی که فردا میخوای انجام بدی رو توی دفتر، توی سررسید، توی تقویم، توی یه تیکه کاغذ، توی دفترچه، توی هر چیزی که خودت صلاح میدونی بنویسی. فوق‌العاده مفیده. حالا چرا خوبه، چرا به نفع ماست، توضیحات زیادی داره واقعا. این که من بخوام بحث ضمیر ناخودآگاه رو براتون باز کنم که وقتی ما 3 تا کار ضروری فردا رو می‌نویسیم، در واقع به ذهنمون مأموریت دادیم که اونا رو قشنگ برای ما بررسی کنه و صبح که بیدار شدیم احتمالاً دیتاها یا ایده‌هایی در جهت اینکه اون کارا رو چطور بهتر انجام بدیم برای ما به عمل میاره ذهن ناخودآگاه ما. ولی در کل واقعا یک قدم مثبت، یک کاریه که اکثر افرادی که توی زندگی دستاوردهای بزرگی دارن انجام میدن. یعنی قبل از خواب 3 تا کار ضروری، یا حالا بستگی داره 5 تا کار ضروریشون رو مینویسن که فردا بدونن قراره چیکار کنن، یک هدفی برای خودشون تعیین میکنن که صبح که بیدار شدن بدونن اول اولویت چی است. درست شد؟ من یک جمع‌بندی انجام میدم و دیگه بیشتر از این صحبتام رو طولانی نمی کنم خدمتتون. این چالش 21 روزه شامل 3 بخش شد. 1 روتین صبحگاهی یا همون پس از بیدار شدن، 2 روتین روزمره که در طول روز داریم، 3 روتین شبانه یا قبل از خواب ما. روتین صبحگاهی ما شامل 4 قدم اصلی شد. قدم 1 ساعت پس از بیدار شدن از گوشی استفاده نمی کنیم. قدم 2 تخت خواب یا جای خوابمون رو مرتب می کنیم. قدم 3 مسواک میزنیم و روتین زیبایی اگه داشته باشیم، حمام اگه خواستیم بریم میریم. و قدم 4 1 لیوان آب ولرم میل میکنیم که اگر شرایطش رو داشتیم نصف 1 لیمو هم داخلش میریزیم و جرعه اون رو میل میکنیم. 2 قدم اختیاری دیگه هم داشتیم. قدم 5 و 6 برای روتین صبحگاهیمون که شد. قدم 5 سپاسگزاری در قالب نوشتن 5 موردی که میتونیم از بابتش سپاسگزار باشیم و توی زندگیمون داریم. و قدم 6 خوردن یه صبحونه خوب و مقوی و سالم. پس این شد روتین صبحگاهی. روتین روزمره ما شامل 3 قدم شد، شامل 3 تا مورد شد که مورد اول 35 تا 60 دقیقه تحرک جسمانی درست داشته باشیم. تحرک جسمانی سازمان یافته، میتونه دنس باشه، گفتم میتونه پیاده روی باشه، میتونه طناب زدن باشه، هر چیز دیگه. نکته دوم، مورد دوم 15 تا 30 دقیقه آموزش دیدن که میتونه کتاب خوندن باشه، مقاله خوندن باشه، تحقیق یا ریسرچ، هر چیزی که خودمون میدونیم باشه. قدم سوم شد یه کار دوستانه یا خیرخواهانه بدون چشم داشت. این نکتهش هم خیلی مهمه. نیتتون رو باید بذارید بدون چشم داشت. ببین این نیت مهمه که من هی تاکید میکنم. یعنی شما قبل از اینکه بخواید اون کار انجام بدید با خودتون تکلیفتون روشن باشه که من بدون نیت خاصی، بدون چشم داشتی دارم این کار انجام میدم و همین برامون کافیه.
و میرسیم به روتین شبانه که شامل 3 تا قدم اصلی بود. قدم اول که باز گفتم گوشی رو میذاریم کنار و تلویزیون و همه اینا آف. قدم دوم مسواک و مراقبت زیبایی و حمام اگه خواستیم. قدم سوم نوشیدن یه لیوان آب و قدم چهارم که اختیاری بود نوشتن 3 تا کار ضروری فردا. این بود تمام شرایط چالش 21 روزه ما. ببینید این چالش در واقع یک بهانه است، یک بهانه برای اینکه ما اولا سالمون رو خوب شروع کنیم، دوما ما یک چارچوب و یک سبک زندگی برای خودمون داشته باشیم. این سبک زندگی باعث بشه که امید به زندگیمون بیشتر باشه، بهزیستی زیادی توی زندگی داشته باشیم، نیک زیستی داشته باشیم، حالمون خوب باشه، سرحالتر باشیم، شادابتر باشیم، مفیدتر باشیم، رشد بیشتر و خوبی توی زندگی داشته باشیم و در نهایت انسان بهتری برای خودمون در وهله اول، برای عزیزانمون و در نهایت برای جایی که داریم داخلش زندگی میکنیم، نقطه جغرافیایی و محیط زیستی که داریم داخلش زندگی میکنیم، انسان بهتری بتونیم باشیم. من افتخار اینو دارم که به عنوان کوچکترین عضو این جامعه، این کشور، شما رو دعوت کنم به این چالش. افتخار میکنم، باعث سعادت منه که میتونم این چالش رو به شما معرفی کنم و خدا رو شکر میکنم اگر حتی فقط یک نفر از شما عزیزان بخواید این چالش رو پیش ببرید و حس و حال خوب رو به خودتون، اطرافیانتون و نقطه جغرافیایی که داخلش هستین انتقال بدین، برای من کافیه. قدر خودتون رو بدونین و ممنونم از این که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم که تمام مطالبی هم که بهتون گفتم رو یادداشت کرده باشین تا بدونین که قراره چی کار کنیم و از همین فردا اگر این وایس رو، اگر این صدا رو دارید امروز گوش میدین، توی روز گوش میدین، حتی دارید در طول شب گوش میدین، از فردا استارتتون رو بزنید تا 21 روز آینده و توی تقویمتون یا توی دفترتون برای خودتون خط بزنید روزهایی که دارید سپری میکنید و چالش ها رو به جا میارید. ممنونم ازتون، دمتون گرم، شما فوق العاده این، دوستتون دارم، خدا یار و نگهدارتون باشه.